من اگر برای کسی کاری کردم دلی بوده. هیچ وقت توقع و انتظار جبران نداشتم. دنبال سود و منفعت و خودشیرینی هم نبودم. توی زمانی که آدم‌ها به چشم فرصت به هم نگاه میکنن، من دلی رفتار کردم و پشیمون هم نیستم. گاهی هم خیلی اذیت شدم و دلم شکست، ولی من همینم، با همین قلب، با همین ذات. شاید خیلی ها فکر کنن خودشون زرنگن و من احمق، ولی واسم مهم نیست. من اینجوری حالم بهتره. من از حال خوب دیگران لذت میبرم. گاهی از بی‌معرفتی ها بدخلق شدم، اما بدذات هرگز. بد بودن با ذات من جور در نمیاد. ذات آدمم که عوض نمیشه.